نیمه دوم روز 27 ینور وضع در مرز اسفره تاجیکستان با بادکند قرقیزستان یک بار بد شد. ساکنان جماعت چارکو خبر دادند که از اطراف دهه سامانیان صدای تیرپرانی شدید بین مرزبانان دو کشور به گوش می رسد. زبیدالله شومادوف سخنگوی شهردار اسفره گفت که تیرپرانی را مرزبانهای قرقیز شروع کردند، ولی خیالبک تولنبایف سردار اداره مرزبانی ولایت بادکند گفته است تیرپرانی سر شد و از هر دو طرف پرانده ایستادند. خدمات مرزبانی قرقیزستان پیشتر خبر داد که مرزبانان تاجیک بین ساعت‌های 17:30 تا 18:30 دقیقه به طور یکجانبه یک قطعه راه بادکند اسفنه را در موضعی که جانب قرقیزستان تورت کوچ نامش کرده است بستند، ولی زبیدالله شومادوف گفت راه را برعکس جانب قرقیزستان بسته است و حالا مقامات محلی برای بررسی این مسئله تشکیل جلسه اضطراری کردند. گفته می شود شهردار اسفره بهاءالدین بهادرزاده به جای حادثه رفته با جانب قرقیزستان وارد مذاکره شده است. جانب قرقیزستان از سفربر شدن پلکوونیک رستم میرشکاروف فرمانده اتریاد مرزبانی بادکند و پلکوونیک خیالبک تولنبایف به جای حادثه خبر میدهد و میگوید مرزبانان قرقیز به حالت آماده باش آورده شدند. در همین حال ساکنان دهه خوجه اعلی و جماعت واروخ تاجیکستان میگویند جانب قرقیزستان راه واروخ را بسته است. به گفته آنها ساکنان روستاهای قرقیزنشین ماشین‌های خود را در بین راه گذاشتند که ماشین‌های تاجیک‌ها گذشتن نتوانند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز ناحیه‌های بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان با جماعت شهر اسفره و ناحیه‌های غفورف ولایت سغد تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه ها رخ میدهند. این مناقشه ها بعضا به تیرپرانی ها میپیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف میشوند. خونین‌ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از هر دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. این خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه های مرزی جمهوری معاصر آسیای مرکزی دانسته می شود.